چه چیزی رو در مورد رشتی‌ها باید بدونیم؟ رشتی‌ها باید دقت کنن، خیلی‌هاشون نمیدونن. آیا میدانستید باهوش‌ترین مرد رشتی 7 تا فوق لیسانس داره؟ آیا میدونستید اولین فردی که در اروپا اقامت گرفت یه رشتی بود؟ آیا میدونستید رشتی‌ها در انگلیس ثروتمندترین قشر هستند؟ آیا میدونستید رشتی‌ها در آمریکا فریخته‌ترین افراد جامعه هستند؟ آیا میدانید رئیس کامپیوتر ناسا یک رشتی است؟ آیا میدونستید و میدونید حدود 250 نفر رشتی در ناسا محقق هستند؟ آیا میدانید که کوروش کبیر که بر جهان حکومت میکرده زنش رشتی بوده؟ آیا میدانید سال 2001 در فرانسه سال رشت نام داشت؟ آیا میدانید اگر 3 قاره آسیا، آمریکا و آفریقا رو به هم وصل کنیم رشت در مرکزش قرار گرفته؟ آیا میدانید رشت پربارترین شهر ایران و پربارانترین منطقه خاورمیانه است؟ آیا میدانستید که رشت پایتخت اولین جمهوری در قاره آسیا، جمهوری گیلان، سال 1299؟ آیا میدانید رشت پایتخت خوراکی‌های جهانه به انتخاب کل یونسکو به خاطر 170 نوع غذاهای محلیش؟ آیا میدانید رشت اولین شعبه بانک ایران، اولین شعبه بانک سپه رو داشته؟ آیا میدانید که رشت اولین کتابخانه ملی ایران رو سال 1299 داشته؟ آیا میدانید رشت اولین دارنده تئاتر ایران بوده؟ آیا میدانید رشت اولین دارنده اتوبوس شهری در سال 1270 بوده؟ آیا میدانید رشت اولین خط آهن ایران و 3مین خط آهن جهان رشت انزلی سال 1229 بوده؟ آیا میدانید رشت اولین داروخانه شبانه روزی در ایران داروخانه کارون اسمش بوده؟ آیا میدانید رشت اولین مریضخانه ملی ایران پورسینا نام داشته؟ آیا میدانید رشت صاحب اولین خانه معلولین و سالمندان در ایرانه؟ دکتر آرسن میناسیان. آیا میدانید رشت اولین بازیگر زن ایران در تئاتر و بعدا در سینما مرحوم فرخ لقا هوشمند و همچنین مرحوم حمیده خیرآبادی معروف به نادره که بعدها ملقب به مادر سینما ایران شده داشته؟ آیا میدانید رشت دارنده اولین کارخانه برق ایرانه؟ آیا میدانید رشت صاحب اولین چاپخانه و روزنامه ایران بوده؟ آیا میدانید رشت دارای اولین بلدیه ایران که همون شهرداری اسمش بوده؟ آیا میدانید رشت اولین مجموعه خیابان‌های سنگفرش در ایران رو داشته؟ آیا